یو گایز، چطورین بچه؟ حالتون چطوره؟ حسین سیون هستم و خیلی خوش اومدین به یکی از ویدیوهای تنیسی دیگه. البته اولین ویدیو منه، خدا چی گفتم. خلاصه خوش اومدید به گیم پلی متفاوت. امروز اومدیم با هم دیگه تنیس بازی کنیم. همونجایی که تنیس من فوق العاده است، میخوام بهتون تنیس یاد بدم. آره، حرف اضافی بس. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. عشق منین. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. به بازی شروع میشه. میخوام بهتون تنیس یاد بدم ها. برید یاد بگیرید، عشق کنید. به کیفیت رو ناکن. عجب کیفیتی. به علاوه گرافیکی که حرف نداره. ببینیم بازی چجوریه. چه شیرجه‌ای زد. این فقط با مربعه، بقیه دکمه ها چیکار میکنم پس؟ 200 نوشته زده بود تو تصویر. با میشه تسلیم شی. هی دارم میزنم گوشه. به من بچگی تنیسم خوب بوده. آره. بلد نیستی که تو. با یه نوب داریم بازی میکنیم. بزن بینم. خیلی خوب زد. آجی میگیرمش. فضا بده. یه رسه فکر کردم رسید. خب بذار وسط شروع کنم، کم کم توپو برم گوشه. خب یه دونه این ور و یه دونه این ور و مثل این که کوتاه هم میتونم بشوتم. حس میکنم زیادی اومدم جلو و این میتونه اذیت کنه. گند زد. اصلا منو میبینی دست و پاش میلرزه اینجوریه. چقدر بد زدم. چلسیه. این دفعه تمرکز لازم رو داریم. بدون عجله. زیادی اومدم جلو. خیلی خوب داره بازی میکنه. این دست فکر کنم بتونه بگیره. من بد بازی میکنم. این اصلا ول نمیکنه که. من یادم گوشه رو میزنم. بخور دیگه. خیلی دیگه داره طولانی میشه. چه نمیخوره. خودش دیگه گند زد. یه دونه میزنم این ور. چه فضایی و تموم میکنه کارو. خب رفقا، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. عشق منین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.